آقای عزیزی که خانومت میره مهریه‌ش رو اجرا میذاره و شما سری میری همه مال و اموالت رو یا سرق میکنی یا انتقال میدی به نام پدرت، مادرت، برادرت. اینو بدون، همه قضات اینو میدونن. وقتی زنی مهریه‌ش رو اجرا میذاره، آقا مال و اموال رو سریع انتقال میده به نام خانوادش و این از نظر قانون کاملا باطله و حتی ضمانت اجرایی کیفری و حقوقی داره. از نظر کیفری ممکنه شما محکوم بشید به فرار از دین و ممکنه حتی براتون زندان صادر بشه و از لحاظ حقوقی هم به دلیل سوری بودن معامله و باز هم فرار از دین معامله باطله. پس بهتره که بشینید با خانم توافق کنی و صحبت کنی.